آره خوب شد بدیدم گیلک. گیلک جوشتنی؟ جانم ماما جبار. خوبی ماما جو؟ شکر فضل خدا. تیار هستی؟ سلامت باشین. دست و پا دیگه فعال بخیر. چی؟ دست و پا فعال بکار. یعنی دست و پا تو فعال بخیر خوشی. شما ماما جبار ما مسخره میکنین. خوب گم کو برات از گپا نگرد. 1 ساعت ما برات تو میگردم. گیلک جو دایای گرفتم خوب. یک نفر گل میده که من گل میدم، نفر دایچینی را بگرفتم که هم میچینه، فقط هم یک نفر کمبوتی دارم کمی گل لغت کنه آماده کنه بد قلدم هم دم دستمه. گل بری گلا به صورت شما من مثل که اینجا شلغه میام. یعنی انشالله میتونی دیگه کن با مردانگی بری. رای رقم دایگیری هم گل جامینه 3 قسم میشه. می دای متر که نگیریم نصف میدم به گل که لغت میکنه نصف کسی که خلاصه می دایار بگرفتم گل جو یک نفر کمبود دارم کمی گلار به من لغت کنه تیار کنه. رو چنده بودم گل جو برای تو؟ کی؟ رو چنده بودم؟ 900. رو چنده؟ 900. روز 900 با بال خود ما و همو گل چی نمیفته که تو چی میگی کاکو جیگر؟ چنده ما ایمدیم؟ چکار شو؟ چی بود؟ چه زبیده؟ کشتی زکی. بابا من خیلی کدوم کلیس خونبی بود. خب رو چنده بودن گلک جو برای تو؟ خون بکل 900 نه بکل برا 150 ریپیه. 150 ریپه؟ گلک جو رو 100 ریپه برای تو مید. گلک آخه برار خوب بگردم تو که به من معلومی که به تعمید دی رو چند کار میکنی. کارگری تو که خونی آخری باشه 5 تا دایی. چند تا دایی میشه؟ 5 تا دایی چند نمیشه؟ 50 ریپه. ماما جبار سعی کنیم برای گلم سیایی شما بزو بر. اصلا سیایی شما نام نمیبریم. ماما عبدالجبار 7 تا دایی میدیم که 130 ریپشه. 7 تا دایی میام چند میشه؟ خوب گلک جو به حساب تو 130 ریپه میشه ولی به حساب من 70 ریپه میشه یعنی 50 ریپه 20 ریپه. 70 ریپه مایم. گلک جو از صبح کار شروع میکنیم. صبح خرج صبحم چای میدم خدا بعد چاشتم هر چی که بود شما اگه با خونه نرفتی بیا بام خونه گگمه انم اینجا قرار که در صبح ما معطلتون. خب خلاصون بیونه چی؟ بیونه خود تو کانو خودی مکار پشیمون شی نیمه پشیمون نمیشم. تو صبح کار شروع کو انی اگه تو پول برای تو میدم. خب دست لباس کاری هم بری خود بیاری گلک. نه دیگه من دیگه رخت نمیارن لماش رختمو برای به شیرینی خوری مادر خواهم برای میتنه. خوب همین که قبول داری؟ هر رقم تو خوشی همون رقم. صبح ما معطل کن گلک جو. چند نماز که بخونم بیام؟ فقط هم نماز بخون وقتاری بیا که گلا لغت کن. سعی کنیم ماما جبار سگ شما یله نباشه میاد تک تک میکنه در سر شما. خوبه گلک جو. سگ یله نباشه. سگ بسته میکنه خوبه. گلک جو برارم این رقم گلک کردن نمیشه لغت کردن. اصاب مرم به خدا خراب کردی هر دی گل لغت کو. آخو گل باید رسیده شکمت بچینو. بابا میکن لغت میکنم ماما جبار شما با بونه ببنده من چی رقم لغت کنم دیگه؟ آخه همون گل تو سکو چی رقم لغت میکنی؟ دم را لغت کردی؟ همه لغت میکنم مثلا ملی برم برای اینا به یک نفر. حال ده لغت کو. گلنگایولک وای امان ماما جبار. برادره تو اینجا نوردو که تو یک سر به من خوندن کنی. این مرتکب به سر دیوال معطل گله او عرقیر پچخ کرده کار کرده نمیتونی. بیا برو کار تعطیل کن برو برات کار خو. ماما جبار سعی کنیم برای گلم شما ایدم این سال نگین گیپک بچه من چای میاره. گیپک بچه من چای میاره خدا بخیر خوشی بچه شما گیپک فلج کنه و من روده دارم همه مشکش این کار کاکا جان باید تقسیم بندی شه. تو گل لغت کنی آماده کنی و چند دستمه من از اینجا گل آماده کنم بدم به دست کاکا. تو که از اون دم کمدی غیر از 4 بیتی خوندن و اختلاط کردن تو دیگه کاری نداری. بابا شما دیگه عبدالله همه توفا شما به تفینه از من چکه. برو برات کار خود برو به دست اولی کار برو نمایم کارگر برو گفتم دیگه برو کسی ما به هم ریختوندی برو بده کفشا خورم میرم بده تو دیگه نبینم هیچ گاه گیلک. البته ماما جبار یک با ما پول میدیم همه با هم 70 ریپه با ما پول میدیم. 70 ریپه کو میدم 3 وقتم خرج تو میدم از این بیشتر چی بودم کاکا ها چی بودم
با شما خبر نداره که اگه بالا شکم یک نیم ساعت تیر شکم به خود نمیفهمن نون مایه چای مایه چرا به چی شما نمیاره بوده زن داره که به ساعت 12 بجه روز آخر بیدار میشه خبر نداره که 3 نفر اینجا مزدور داره هی باغ دیوال میچینیم من میره فقط به من کارگری پیدا نمیشه. سرگی نیم ساعت تیر شد از دم چای ما 1 ساعت 2 ساعت تیر نشده که تو یک زرشت شده میکنی. برو کاکو جا به کارگر نمایم برو برات کار خوب یالا کاکو جا برو 37 برات تو برو 37 برات برو دیگه برو کرات تو امروز اول فهمیدم که تو کارگر خوبی نبودی. عجیده ماما جبار سیاه ماما جبار سیاه عجیده ماما من دیگه با شما کار کردم اونا عدیل جون برو دیگه یک زب بیترمی نه کجا باسیو چرا پولا من نمیدین تو چه کار بکردی که من تو پول بدم 17 دقیقه یه کار میکنم فقط میگی کار به من ور افتاده که تو بیامد اینجا به من گپ و مف میگینی میگه چه کار فلانه گیلا گشتنی با خود گپ میزنی بله چری تاری گیلا چی؟ میگم چری تاری براتون پیش می کوکو کلگنده تو پیش کوکو کلگنده می پیش جبا اگه بزی بگم پوست تور میکنه که بزویتی میگی فس پوست تور بکنه مرا بابا اینجا که تو بگی گل لغت کو گل لغت میکنه باز بابا میگه اینجا با ما بو خونه کن با که میخونم با میگه من چون چرا وقت ما میگیری فلان با مدانه مر ماست بزنه بجست ما پیش میگه برو تور نمایم من دیبام خونه خواهم تا اخلاق نداره کوکو من تعصب خرابه که به خونه برم به چای عجله میجم میرم به خونه قایم میشم میرم بفهمیدی ولی خدا خورشو که تو به تام جو لگت نکدی به تام گیلا دفتر کنه ویدی تو لگت کنه زلو گیلا دست خورپین کو دست بزین نکو گیلا راست میگم تو طالب چند سال سنتونه 26 من 26 سال سن خو تو به جای برفتی که کار کنی 2 روز بستی بیرون نکنم تو نه خب من مگر مثل موتور دیزل تمامه که یک چوکی نداره مگر من میتونم کش کنم نفر کش کنم یا کار کنم کارم از خود چه رقمی داره دیگه خود تو گیلا خیلی کار میکنی نمیگم کار نمیکنی رقم کار نمیفهمی که اشته کار کنی تو اگه بیلی به دست تو بزن میزنی دستی بیلر میشکن بودم من تیر میشدم بدیدم که تو گیلا قد میکنی به تا گیلا میرقصی خوی رقم کار گیلا گیلا ایت لغت کنی ایت مثلا ایت میرقصی خدا که خو میرقصی گیلا کلا به میرقم یاد من خودت کیا میایه علیسی بیبی من که بودک با ما گفتن گیلا رقص کن بله من که رقص کردم گفتم تو غلط اگه از تو رقص بیتر کسی نیه راست میگم تو دیگه میت تنی تو کلون شده عقل تو فقط هم خود تکیاتونه بفهمیدی راست میگم خدا برو دیگه بعد یک کار دیگه بکو پیدا کن یک دوست روزی به سرم کار بشی کارم کنی برو ممنون چای میخورم میام من نمیتونم خود بکشم خاطر جبار سیاه گیلا کجا بدی؟ چری بیامیدی؟ چه تری؟ رسخت کمه کی رسخت که تو؟ ما با جبار سیاه رسخت کمه جبار سیاه نه که بعده راست میگن دیگه میگه خیلی سفیده مثل ما سویدی سیاه میزنه چطور رخصت که؟ کی؟ چطور رخصت که؟ کی رخصت که؟ شو عمیم جبار تو چرا رخصت که؟ آها بگه تو گلر بد بابا این لنگا با همه نرمن آور شده تو به من میگه میرخسی مچون تو به من میگه اینجا میخونی چرا کار نمیکنی بیل وردش بیل تا بالا که باس بیل بخوره به شونیمه با درخت خوب بوده خدا خیر بده می درخت خوب به جلو شونیمه بگیری اگه نمر بم یک بیل گنگ میکه با دیرو 2 ساعت کامل برات تو میگیش حالا با امرو تو به 1 ساعت رخصت که ما 17 دقیقه کار کردم لغت کردم 17 دقیقه کار کردی پولم نداد تو به بیل ندارم به خدا بیل ندارم به شیرین پر زنه زنه به چی جبار به 17 دقیقه اصلا نوی اشتباه کرده که به تو یک $2000 پولی نداده حق بود که به تو یک $2000 میداد که چاره تو میشد میگم چی میگی؟ چی؟ مرشب نمایم تو میگه بارا برات میده و مستم بفته کن به تا چا پی میگم یک چیزی ما به تو بگم از ما کلونتر هم هستی اگه به تو کلمی گپی بگم با میری به ننه میگی برار ما به ما گپ زد تو رای کردن خودی قوس الدین که بریم خرمن ماشر خودی و لط کنی هم کنون چاشت بخوردی گفتی من عرق میکنم فلنگ بسته کردی بجستی تو رای کردم
که برو به تا از او قله بزگر شو همینجا کار کنم خرج تو حواله ما کم باشه یک روز نرسوندی یک روز پره نکردی بجستی بیامدی هم روزی که تو برفتی به سر کار کردی که همون روز نمازدگر شد صوم شد بیامدی به سرا که دو روز بوده که من بفهم تو بگو چه میفهمم همه مردم میگم تو نمیتونی کار کنی چرا این تنه به چی تو به خاطر چی کلون کردی تنه آبا تنه چی گپان گو هم تنه داره شتور هم تنه داره خرگوش هم تنه تو به داره گو میتونی برسی به کار کردن گو اون به تا پال تا میکنی نصف روز دو جریب زمین او شیار میکنه تو به گو میرسی خرج گو میخوری کار گسالر نمیکنی بفهمیدی؟ مورچام میگه ما تنه داریم خب میان بری دست مخویی به تنه چی کنه مورچام خود تنه چه داره کار میشه دیگه آخر عاقبت ما و تو چه کار میشه من زن نمام زن می نه خبر نداره که بسته دیر مردم به پالاق برای تو میگرده که بیا گیل لگ جو که من دختر خور بدم به تو بدم نه ما نه ما هر داره به من تفرقه میچینی شو و روز مردم پالاق و همی تاقل تو میکشه که به تو تفرقه نچینم نه بابا ما چکار کنم من اصلا تحویل میگیرم من دخترها تحویل میگیرم من مرتکه بیا اینجا با من بگه دختر خود میدم تو خیراته نه ما همه تو یک کب خود میگردم از این بر به این بر میگردم یک روزی که ما استون بوم برم به مردم میگم برادرم ما مایم بوم برم انمر ببریم یک جای خوبه بزر کنیم به ما خیرات عمومی هم بدیم 3000 4000 نفر نون خوره کجا حرکت کردی بس چیه؟ کرد میرم. وای نه مای مردگه با من دامه که مادر گپ میشه یک بیوه میوی پیدا کو بمی برار خو یا ما پیدا میکنم سر ازی به خونی و عقل کمال یاد میگیره ای به 45 سال سن دو بمی تنه عقل کمال یاد نگیری دختر مسلمونه به تنور من نمام نانی ببره دختر فلانی به خود خوب بگیره برو بده الهی در بگیره زمانه ها دلارامی خبرار میبره خانه کسی به میار خوشیشته نتانه جان محبوب با اینجا شیشتای میستم مرغ بری تو بیا اینجا بیا آنه میگم بیا کار ندارم تو به چه نادانی طور نمیزنونی که یک چپاد مر طاقت نداری با مثل پیر به قیافه خوبا جفنگ میگی ماما دب ناز خود تو بد قیافه ای راست میگم خوشیشتای پیر تو مر بیری که با چلی گپ و مفت میزنی خود تو چری حال کار نمیکنی کار نمیکنی تو کجا بیدی؟ من چایا ببردم دیدم تو نی آره تو اینجا دیدم پیر تو گیلاکی بیری کردم گو بزدم او چری؟ اما تو بزده آخه دیونه سرگی پیام تو از همین آتا کچا پاس کرد تو به سر کار روز 70 روپیه به تو میداد سواد خرج تو کار بدر شدی تا کچه خر میچرونی کو خر که بچرونو مثلا نمیگم خب برای سکه گی پکتو رفیق منه برای 33 سالته خود ما یک وقتی خود ما همسین فی بدی 33 سال خود ما زحمت کشیدی خیر بینی تشکر وقت تلویزیونیا برفتیم داخل به دستتی بید نسب خبر قول حکر با ما میاوردی خیره او همی چی فدای پلیتیکولاتو پیار تو برار گزاره نمیکنه بفهمیدی پیار تو ما کار میکنم گلال لغت میکنم به ما میگه تو که مربریک میریخشی ما چون چه کار میکنی ما چون گل تیار نمیکنی ما برار اعصاب گنده دارم پیار هم اعصاب علده نداره برار دو اعصاب که با هم مصاحبت کنه انه آخر یک کل میزنه فلج میکنه من مجبور از این شدم برار که پیار تو ترک کنم بگم تو رو برجو مری برجو انالی هم برار گپ و فوف نزن برو به روز روشه میتو برو به خیلی خوشی کارم اولا میکردی پیار ما تو بدر کنم فتراش ای سنگ تراش فتراش ای سنگ تراش سنگی از قبری ماما جبار بتراش بنویس ای سنگ تراش کی عاقبت شدم فداش بنویس ای سنگ تراش کی عاقبت شدم فداش